چکار کنیم که طولمون هیکلیشو قدش بلند شه، قد بکشه. اگه طوله تا یه ماهگی که باز زیر مادرش باشه و از شیر مادرش فقط استفاده کنه. یه ماهگی به بعدش تا 4 ماهگی میتونی شیر گاوم بهش بدی، با تخم مرغ قاطی کنی، با بیسکویت و نون بدی بهش به عنوان کمکی بخوره. یه سری کمکی‌های دیگه هم هستن میتونی از داروخونه دامپزشکی تهیه کنی، مکمل‌ها هستن. تو طولگی میتونی از آمپول آنابولین هورمون رشد استفاده کنی بدی که به طولت بزنی تا بزرگ شد هیکلی بشه. حالا از 4 ماهگی به بعدش میتونی سیب زمینی، کرفس، هویج با اسکلت مرغ میپزی که مزه گوشت بگیره، آبپز کنی میدی حیوان میخوره، آخرم آبشو تلیت میکنی مانو یا بیسکویت دوباره میدی حیوان میخوره. طولم همیشه سیر نگه ندارید، وعده غذاییشو کوچیک‌تر کنید، تعدادشو بیشتر کنید، یه مقداری تو طول روز گرسنگی بکشه، تستوسترون تو بدنش تولید میکنه که باعث رشد خود سگ خواهد شد. 8 سالگی هم سگ جوان حساب میشه، فقط غروب به غروب و شب به شب یه وعده سیر بهش غذا میدید میخوره. تو زمستونم الان فصلی هستش که بهترین فصلیه که سگ رو بتونید شما چاق کنید. سگ از 8 سال به بعد هم سگ پیر محسوب میشه که غذای سفت و استخونی بهش نمیدید، غذای نرم بهش میدید، غذای کم کالری بهش میدید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه.